رسول خدا صحابیان مخاطب کرد آیا من شما را خبر مدیم از کسی که سخیتر از همه ببید، سخاوتمند از همه کس ببیده؟ پدا واجبات فرماش کو الله اجود که تمامی مخلوق مردمان الله ذات که خالق و مالک اجوده، آی سخاوت، آی رحمت، آی برکات، آی نعمت برای تمام موجودات واسه عامه. اجود الاجود الله ذاته و انا اجود ولد آدم، منی محمد صلی الله علیه وسلم از اولادان آدم سخاوتمندترین فرده. من رحمت للعالمین برای عالم بشریت واسه. تمامی مساجدان از مکه مکرمه گرفته که قلب دنیای اسلامی، مدینه منوره که ذات ارجمند هویدا مدفونه، تا امریکا برو، تا روس برو، تا چین برو، هر مسجد تها در 5 وقت در کنار الله اکبر، در کنار اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله ندا و صدا بلند بید. نام مبارک رسول خدا در تمام مساجدان در 5 اوقات تا از مکه گرفته تا آخر نقطه دنیا واجه نام مبارک موجوده. واجه که انا اجود، من چه تمامی مردمان بعد از الله سخاوتمندترم، با اوتی امتا مهربانترم. و بعد واجه و اجود کن بعدی رجل علم علم فنشره علم. سمی مرحله سخاوتمندترین مردم عالمی که علم یاد گیرید و به دیگران یاد دهند، احساس مسئولیت کنند و دیگران هم احساس دهند که شما نسبت علم باید عمل بکنید. واجه فرماش کو که 4مین نوبت رجل جاهد بنفسی لله عز و جل حتی قتل، 4مین اما مجاهدی تو میدان جهاد رو جنگ کردن تا که به شهادت برسی. الله، رسول الله، عالم، مجاهد اجود. لذا ما سعی کنیم در میدان علم حداقل بهره ببریم و جز اجود الناس قرار بگیریم. نه تنها ما به علم دیگران محتاج ببینیم، بلکه چبتی علم دیگرانی نیازا و دیگرانی ضرورتا تامین بکنیم و پورا بکنیم بدهیم. یه از کمالات یک انسانی به عنوان عالم، به عنوان یک معلم، به عنوان یک اهل علم